نشستنش اهل سنت حکم به کفر میده. حتما شافعی و مالک و ابو حنیفه احمد بن حنبل هم کافر میدونن. المشرک سلفیت یا به مذهبی امروز امت را بجای رسانید که همین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارک الله فیکم. بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه اول از شناخت خوارج و کشف شبهات اونهاست و در این حلقه ان شاء الله سبحانه و تعالی موضوع ما این مقدمه هست. مقدمه در آموزش و شناخت فرقه خوارج و کشف شبهات اونها و رد باطلات اونهاست. برادران و خواهران عزیز، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. چنگ بزنید به حبل الله همه شما، دست جمعی، و تفریقه نکنید. حبل الله انا همین قرآن است، انا همین سنت رسول الله است و حبل الله انا همین لا اله الا الله است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، خیلی که امام احمد ابن حنبل در مسندشون با رقم 11273 روایت نمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انی تارک فیکم ثقلین احدهما اکبر من الاخر کتاب الله ممدود من السماء الى الارض. من به شما دو ثقلین را، دو چیز را ترک میکنم، یکی از بزرگتر از دیگر است و این کتاب الله است و در روایت و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. این امت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید به حبل الله، به قرآن و سنت، به فهم سلف این امت چنگ بزنند. انمین است راه حق، انمین است هدایت و از تفریقه و اختلافات و پراکندگی دور باشند. بارک الله فیکم. زیرا که در دوام آیت می آید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. تفریقه نکنید، یعنی ولا تختلفوا فی الدین کما اختلف اهل الكتاب. اختلاف در دین نکنید چگونه ای که اهل کتاب پیش از شما بوده امتها اختلاف کردند در دین، پارچه پارچه مذهب ها، طائفه ها، فرقه ها شدند. نظر کنید به تفسیر مقاتل ابن سلیمان مجله اول صفحه 293 در زیر ولا تفرقوا ولا تختلفوا فی الدین کما اختلف اهل الكتاب میگه. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، خیلی که این روایت یکی از روایت های مشهور است، در بسیار کتاب های حدیثی آمده است
که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که افترقت اليهود الى 71 فرقه و افترقت النصارى الى 72 فرقه و ستفترق امتی الى 73 فرقه. یهودی ها به 71 فرقه تقسیم شدند، نصرانی ها به 72 فرقه تقسیم شدند و زود است که امت من، این امت به 73 فرقه تقسیم می شود. کلهم فی النار الا واحده، همه این فرقه ها به دوزخ داخل می شوند بجز یک فرقه، فرقه حق، طائفه حق، فرقه ناجیه، طائفه منصوره. به رسول الله صلی الله علیه وسلم در باب فرقه حق و طائفه منصوره ناجیه سوال کرده شد که من هم یا رسول الله؟ قال ما انا علیه و اصحابی، در روایت ما انا علیه اليوم و اصحابی. این فرقه نجات یافته از درون 73 فرقه، این یک فرقه نجات یافته، فرقه ناجیه، طائفه منصوره، این کی هستند رسول الله؟ رسول الله گفتند اینها همان کسانی هستند که به مانند من و صحابگان من باشند، به مانند من و صحابگان من باشند، در اعتقاد، در عمل، در سیاست، در آداب و اخلاق و فرهنگ، به مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم و به مانند شاگردان رسول الله صحابگان که الله از ایشان راضی شده. انمین است که منهج را رسول الله بیان نمودند، فرقه ناجیه، طائفه المنصوره را رسول الله بیان نمودند که فقط یک طائفه هست، فقط یک منهج حق است، یک راه مستقیم است. دیگر راهچه هایی که در گرد اطراف این راه هست، دیگر فرقه ها و طایفه هایی که 72 فرقه دیگر است، اینها گمراهانند، اینها عاقبتشون جهنم است. اگرچه در باب این حدیث علما میگویند یعنی این 73 فرقه همشون مسلمان، اما فرقه ای که اینها از بدعت دور هستند و نجات یافته و منصور هستند، اهل سنت و الجماعه، اینها اهل جنت. باقی مانده فرقه ها به دوزخ در آمده، بعد از دوزخ، بعد از عذابی این آتش و به سبب آتش وقتی که از بدعت و این خرافاتشون پاک میشوند، بعد از این به جنت میدارند و به درجه های پایانتر از اهل سنت. اما فرقه های کفری شرکیه که به شرک و کفر غوطه زده است، آنها به این فرقه داخل نمیشوند. مثلا رافضه آیا به 73 فروق داخل می شود؟ جماعت ابن عربی به 73 فروق داخل می شود؟ یا این جهمیه به 73 فرقه داخل می شود؟ نه، بلکه سلف صالح حتی روایت میرند از عبدالله ابن مبارک و غیره که جهمیه ها را میگفتند که این یک ملت کفری است، خودش یک ملت کفر است. جهمی ها پیروان جهم ابن صفوان، اینها به این 73 فرقه داخل نمیشن. اینها یک فرقه های کفری و شرکی هستند که اصلا کفار و مشرکین هستند. و هر کسی که در مذهب جهم ابن صفوان باشد، یا رافضه ها یا ملحدین و غیره، خود را به اسلام نسبت میدن، اینها به 73 فرقه داخل نمیشن. 73 فرقه های 72 فرقهش فرقه های بدعتی دارند، اما به کفر شرک نرسیده است. به مانند مرجئه، مثلا مرجئه یک فرقه بدعتی است، اما علما تکفیر نکردند. فرقه ناجیه، طایفه منصوره به داخل نمیشد و غیره و غیره. و این چنین موضوع ما درباره خوارج است. خوارجی که به درجه کفر و شرک نرسیده، خوارجی که کافر نشده، خوارجی که جهمی نشده، غلاتش به حد نرسیده که قرآن را انکار کرده و غیره باشد. برای اینکه خوارجی هم درجه های خود دارند، خوارجی کافر هم وجود دارد که ما در آینده به شما بیان میکنیم. خوارجی قدیم، اولی خوارجی که در زمان علی رضی الله عنه بودند، اینها مبتدع بودند. خوارجی که حکمی کفر به بالای اینها
گذاشته نشده بود. حضرت علی رضی الله عنه و دیگر صحابگان این خوارج اول را تکفیر نکردند، بلکه مبتدع و گمراه گفتند. این خوارج هم به این 73 فرقه، به 72 فرقه که فرقه دوزخی است داخل میشد. اما بعد از دوزخ علما میگن باز به جنت میرود، برای اینکه اینها به درجه کفر نرسیده بود، به درجه کفر اکبر نرسیده بودند. اما طائفه هایی که به درجه کفر اکبر رسیده از این فرقه بیرون است. اما افسوس که امت این آیت را فراموش کردند. آیت قرآن را که الله سبحانه و تعالی گفت واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اختلاف نکنید در دینتون، ضعیف میشوید، پرچه میشوید. اما اختلاف کردند. و کل حزب بما لديهم فرحون، و هر یک حزب، هر یک جماعت از آن چیزی که در نزدش دارد خرسند است و خودش را حق میگوید. یک جماعت قبوری، یک جماعت حزبی، یک جماعت رافضی، یک جماعت طائفه جهمی و یک جماعت طائفه دیگره، این انا همین خوارج که اینها تفریقه در دین کردند، امر الله را ترک کردند، منهج را ترک کردند، راه نشان داده الله را ترک کردند، صراط المستقیم را ترک کردند و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه را ترک کردند، متابعت به صراط المستقیم نکردند. چگونه گمراه شدند؟ قرآن را به فهم خودشان فهمیدند، سنت را به فهم خودشان فهمیدند. تعبیر های گمراهانه، ضال مضل، جماعت مسلمان ها را ترک کردند. کبار را، صحابگان کبار را، اولشان امروزشان علمای اهل سنت را تکفیر و توهین و ترک کردند. الله المستعان. عبدالله ابن مبارک رحمه الله میگویند، خیلی که ثابت است در زیر انا همین حدیثی که امت به 73 فرقه تقسیم میشد. حفص ابن حمید میگه که قلت لعبدالله ابن مبارک، با عبدالله ابن مبارک گفتم که علی کم افترقت هذه الامه، ای عبدالله ابن مبارک این امت به چند فرقه تقسیم می شود یا تقسیم می شود؟ عبدالله ابن مبارک گفتند که فقال الاصل 4 فرق هم الشيعة والحرورية والقدرية والمرجئة، فافترقت الشيعة على 22 فرقة، وافترقت الحرورية على 21 فرقة، وافترقت القدرية على 26 فرقة، وافترقت المرجئة على 13 فرقة. قال يا أبا عبد الرحمن لم أسمعك تذكر الجهمية. قال إنما سألتني عن فرق المسلمين. ببینید گفتن که اصلی همه فرقه ها از 4 فرقه به وجود میاد. شیعه یعنی اصلی یعنی 73 فرقه ها از 4 فرقه به وجود می آمده است. شیعه، حروریه، خوارج های اول را حروری میگن به خاطر آن که اینها موقعشان که از علی خروج کردند و رفتند و ایستادن، موقع همون جایی که در همونجا جمع شدن حرور بود، یا که بگیم حروریه. بله که ما در آینده این را به شما بیان میکنیم. حرورا را موقعش را در کجا بودنش و در حرورا جمع شدن اینها را، برای من حروریه نسبت به همون حرورا داده میشد. و یکم شیعه، دومش حروری، سومش قدری، چهارمش مرجئه. باقی مانده فرقه هایی که بدعتی هستند از اینجا به وجود آمد. البته شما در اینجا نگویید که شیعه ها هم آیا مسلمان هستند. ما در باب شیعه ها یک چند مراتبه به شما خیلی هم واضح بیان کردیم، تفسیر کردیم، شرح دادیم که شیعه گفته در زمان سلف همون کسی را گفته میشد که حضرت علی را از عثمان پیش گیرد.
امروزه رافضه هایی که امروز هست در ایران و در غیره که ابوبکر و عمر تکفیر میکند، این شیعه نمیگفتند، این رافضه کافر میگفتند. این خوب دقت بدید. برای همین وقتی که کتابی بارک الله فیکم اصل السنه و اعتقاد الدینی ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی رو میخواند، در باب رافضه چی میگن؟ الرافضه مرقوا من الدین، رافضه ها از دین برآمدن. میگن نمیگن که الشیعه، شیعه و رافضه از هم دیگر فرق دارد. شیعه در زمان حضرت علی یا بعد از زمان حضرت علی طرفداران حضرت علی بود، غلو نکردهش، طرفداران حضرت علی. و در زمان سلف صالح عبدالله بن مبارک و غیره، شیعه گفته کسانی را میگفتند که عقیدهش اهل سنت و الجماعت است، 100% اهل سنت است، موحد است، یکتاپرست است، اما حضرت علی را از حضرت عثمان پیش میداند، افضلتر میداند، نه از ابوبکر عمر، فقط از حضرت عثمان. میگد که اول ابوبکر، بعد از این عمر، بعد از این علی و بعد از این عثمان. انمین را شیعه میگفتند، انمین را فرقه بدعتی میگفتند. اما کسی بیاید حضرت علی را از ابوبکر پیش بگیرد، حضرت ابوبکر عمر و دیگر صحابگان را تکفیر کند، حالا دیگر کفرهایش یک طرف، این آدم رافضه میگفتند، این آدم کافر میگفتند. برای همین امروز به این امروزه رافضه ها شیعه گفتن این غلط است. از همین جهت بسیار مسلمان ها بین سخنهای علما و سلف و امروزه شناخت رافضه ها به شبهات گرفتار می شوند. مثلا سخن سلف را در باب شیعه می خوانند و می آیند سخن سلف را که در باب شیعه که در زمان سلف بود فقط یک موحد حضرت علی را از عثمان پیش می گرفت، آمده سخن سلف را به این رافضه های کفار و مشرکین که یگان کفر نمانده مگر این که انجام داده، شیطان از اینها فرار میکند، این کفار را مسلمان و شیعه و سخن سلف را درباره جور میکند. این از جهل است و این از باب فایده است که من به شما گفتم که فراموش نکنید. پس اصل تمام این 72 فرقه بدعتی شیعه، مرجعه، زیرا که خودی مرجعه ها همون شیعه هایی که به کفر اکبر نرسیده بودند در زمان سلف باز نمودهای خود دارند. یک چند نمود، چخیلی که عبدالله ابن مبارک گفتند 22 نمود به شیعه ها، شیعه هایی که به کفر اکبر نرسیده به 22 نمود تقسیم می شد. 22 فرقه. حروریه ها، رافضه ها، معذرت خواهی میکنم، حروریه های خوارج نیست به 21 فرقه تقسیم شدند و قدریه ها باشند به بارک الله فیکم 16 فرقه و مرجعه ها باشد به 13 فرقه. درباره قدریه ها معلوم است که قدریه های غلاتش کافر است، اما قدریه های غیر غلات، گپ درباره غیر غلات میرد. قدریه هایی که علم الله انکار کردند کافر است، اما کسانی که علم الله اثبات کردند فقط مشیت الله به آمده مشکلی کردند، درباره اینها اختلاف شد. چخیلی که درباره مرجعه ها اختلاف شد و مرجعه ها هم نمودهای زیاد را دارد. چخیلی که حرب ابن اسماعیل کرمانی در کتاب اعتقاد یا که بعضی از علما این را کتاب سنت هم گفتند نمودهای مرجعه ها را ذکر کردن. مرجعه ها هم خیلی نمودهای چخیلی عبدالله بن مبارک میگن 13 نمود است ذکر کردن. و با ابو عبدالرحمن یعنی با عبدالله بن مبارک سوال کرده شد که چرا جهمیه ها را نگفتید؟ عبدالله بن مبارک گفتند که تو از من فرقه های بدعتی را پرسیدی، نه فرقه های کفری را. برای همین من فرقه های بدعتی را گفتم. یعنی جهمیه ها به فرقه 73 فرقه داخل نمی شود. گفتن عبدالله بن مبارک جهمیه ها کفار است. برای همین نظر بکنید به تمام کتاب های سلف صالح، مثلا به اجماع نقل شده به کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی میبینید که الجهمیه کفار آمده است. جهمیه ها کفار هستند، به 73 فرقه داخل نمیشن. بارک الله فیکم. اما خیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع
حتی اذا دخلوا ضب جحر لدخلتموه. گفتند حتما پیروی میکنید به همون راه و روش سننی که پیش از شما امتهای بوده پیروی میکنید. شبرن به شبرین، وجب به وجب، ذراع به ذراع، قدم به قدم پیروی انا همون اهل کتابی که پیش از شما گمراه شدن یهود و نصارا با پیروی میکنید. شما مسلمان ها گفتند روزی میشد که همچنین میکنید. حتی اگر او امتی پیش از شما گذشته از اهل کتاب به یک سوراخی ضب در آمده باشد، شما هم به همون سوراخی میدرید. سبحان الله. امروز حالت امت رو نظر بکن، یا نظر بکن بعد از وفات حضرت عثمان رضی الله عنه. برای همین قسم از سلف گفتن که سرشوی فتنه بعد از وفات عثمان ابن عفان است. شکست دروازه حمایوی و شکست دروازه که بعد از این دروازه دیگر فتنه را پیشش را هیچ کس گرفته نمیتواند، این بعد از شهادت عمر رضی الله عنه است. اما سرشوی فتنه بعد از کشته شدن عثمان رضی الله عنه است. برای همین میگن که عمر رضی الله عنه یک دروازه محکم در روبروی فتنه بودند. تا زمانی که عمر ابن الخطاب بودند فتنه وجود نداشت. اما وقتی که عمر ابن الخطاب رضی الله عنه را ابو لؤلؤ مجوسی خبیث 14 مراتبا ضربه کرد زد و در نماز فجر به شهادت رسانید، حضرت عمر ابن الخطاب وفات کردند، دروازه شکست. دروازه که حمایت میکرد امت را از فتنه شکست و دیگر بعد از این عمر هیچ کسی این دروازه حمایوی از فتنه را دیگر زنده کرده و ساخته نمیتواند. و بعد از این آهسته آهسته در زمان خلافت عثمان ذی النورین رضی الله عنه فتنه شروع شد و این فتنه عاقبتش به کشته شدن عثمان رضی الله عنه، به شهادت رسانیدن عثمان رضی الله عنه به آخر رسید که این را عبدالله ابن سبعی یهودی لعنه الله، یمنی این یهودی که دعوای مسلمانی کرد و آمد به درون اسلام در آمد، خواست که اسلام را پاره کند، به اهل مدینه خواست که فتنه کند، نتوانست. از مدینه رانده شد، به عراق رفت، از عراق رانده شد، به مصر رفت در خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه. در مصر به خودش یک ایده را جمع کرد و مردم را، پیروان خود را فریب داد که به حج می رویم، از مصر به مدینه و از مدینه به مکه می رویم، حج میکنیم. چند صد نفر را گرفت آمد به مدینه و در مدینه به حضرت عثمان خروج کرد. حتی به خانه حضرت عثمان داخل شدند. حضرت عثمان رضی الله عنه را در خانهشان در بالای تلاوت قرآن به سرشان شمشیر زده، اول دستشان را بریدند و بعد از این بالاخره به قتل رسانیدند. بعد از مقتل عثمان ابن عفان رضی الله عنه دروازه فتنه چنان باز شد که تا امروز دیگر محکم نمی شد. فرقه و تفریقه بعد از این به وجود آمد. سبحان الله. در صحیح بخاری با روایت 6933 آمده است که فبعد مقتل عثمان بن عفان رضی الله عنه فتح باب الفتنه وظهرت الفرقه وتوالي ظهور الفرق المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكانت من أوائل الفرق ظهورا فرقة الخوارج التي خرجت على حين فرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون على حين فرقة من الناس. این در روایت صحیح بخاری آمده است. یعنی بعد از کشته شدنی به شهادت رسانیدن حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه دروازه فتنه در بین این امت باز شد، کشاده شد و فرقه و تفریقه شدن و فرقه جماعه مسلمان ها تفریقه کردن و از همدیگر جدا شدن ظاهر شد. سبحان الله. و پی هم فرقه هایی که مخالفت به هدی و راه و روش منهج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و به اصحابش داشتن پی هم به وجود می آمدن. و اولین های فرقه پیدا شده که ظاهر شد من اوائل، از اولین های فرقه اولین هایی که پیدا شده است ظاهر شد، این فرقه خوارج است که وقتی
فرقه یا جدا شدن بین مسلمین به وجود میاد. گفتن چه خیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند پیدا خوارج ها کی پیدا میشود؟ گفتن پیامبر گفتند که یخرجون، خوارج ها خارج میشوند از امت، بیرون میشوند، جدا میشوند، علی حین فرقت من الناس، در وقت تفریقه شدن بین مردم. علما گفتند وقتی که حضرت علی و حضرت معاویه رضی الله عنهما به همدیگر به اختلاف داخل شدند و بین مسلمین یک اختلاف شدیدی به وجود آمد، قسم همراه حضرت علی و قسم همراه حضرت معاویه و قسم دیگر هر دو را ترک کرده داخل به این فتنه نشدند. در همون وقت فرقه مسلمان ها در بین فرقه حالتی که مسلمان ها به هم دیگر تفریقه داشتند، خوارج ها بیرون میشد. پیامبر گفته بودند، الصادق المصدوق گفته بودند صلی الله علیه و سلم، و در حقیقت همون گفته رسول الله شد. و رسول الله اینچنین بیان کردند که این فرقه مارقه از دین برآمده خوارج باقیه گفتند، مارقتون باقیتون، مارق باقی میماند تا اینکه آخرین خوارج ها به دجال پیوست می شود. آخرین خوارج ها به دجال رفته پیوست می شود. البته این حال مقدمه است. ما حالا به معنای خوارج اولین وقت کی به وجود آمد نگفتیم. ما گفته شدیم که وقتی که امت انا همچنین از قرآن و سنت و از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دور شدند، به فهم خود قرآن را جهلا فهمیدنی شدند، عقل را داخل کردند، عاقبتشون انا همین شد. عاقبت خوارجی به وجود آمد. بعد از خوارج ضد خوارج ها کی برآمد؟ یک بار مرجعه به وجود آمد. مرجعه ها بحث کردند به خوارج ها، بحث کردند بالاخره مرجعه شدند. از مرجعه ها با بدتر یک فرقه کفره به وجود آمد، الجهمیه کفار به وجود آمد بعد از مرجعه ها. از طرف دیگر از خوارج ها یک فرقه دیگر معتزله ها به وجود آمد که از جانب خوارج است در باب ایمان، در باب توحید اسماء و صفات جهمی است. فرقه ها بالای هم از قدریه و از جبریه و از این همه فرقه های باطل به وجود آمدند. مذهب ها به وجود آمد، تعصب به مذهب به وجود آمد، تفریقه به وجود آمد و امت پراکنده شد. کار به جای رسید که هر یک انا همین اعتقادی باطل داشته ها به خودشون دولت را تشکیل دادند، حکومت را تشکیل دادند. خوارج ها هم در طول تاریخ یک چند مراتبه دولت را در قاره افریقا و اینچنین در جزیره تشکیل کردند. تا به حال دولت خوارج ها امروز وجود دارد. دولت عباضیه که عمان در پهلوی یمن در پشت سعودی و از یک طرفش امارات وجود دارد. عباضیه ها خودشان را قاعدی میگن و بالاخره قرامطه های رافضه به خودشان دولت عبادیه، دولت فاطمیه گفته و تا به امروز میبینید که این قرامطه ها و علوی ها ادامه انمون کارشان را کرده ایستادند. پس همان وقت این تفریقه ها، این اختلاف ها، این گمراهی ها نابود می شود که امت به قرآن و سنت به فهم سلف این امت چنگ زند. یک، همان وقت یک انسان از این شبهات، از این مذهب های گمراه نجات می یابد که چیکار کند؟ به قرآن و سنت چنگ زند. در این مقدمه ناگفته نماند که سبب شروع کردن درس ما که سلسله درس های شناخت خوارج و کشف شبهات اونها و رد اونها به خاطر این است که امروز در بین فارس ها، در بین جوان های فارس در ایران و افغانستان و تاجیکستان هم خوارج ها
دارند جوش میزنند، به وجود آمده ایستادند، شب و روز زیاد شده ایستادند. سبب این است که تا دیروز این منطقه ها در زیر دست یا ملحدین یا در زیر دست مستملکه یهود و نصارا بودند. غیر از شبهات قبوری دیگر چیزی را نمیدانستند. وقتی که از شبهات قبوری بیرون شدند، وقتی که به بعضی از روایت های کتاب ها دست پیدا کردند، به سختترین همون روش چنگ زده و منهج خوارج ها را از سبب نداشتن علم منهج، از سبب علما وظیفه خودشان را بیان نکردن، این جوان ها دارند شب و روز به جانب خوارج رفته شدند. امروز ما می‌بینیم که خوارج ها در این زمان ما هم از زمان قدیمه دیده کار و فعالیت خود را ترک نکردند، مثل قدمای خود کار خود را کرده شدند. از تکفیر عموم، تکفیر کردن همه مسلمان ها، خونوان همه مسلمان ها را حلال کردن، تکفیر بالتسلسل، از قاعده و قانون های خودشان ساخته و بافته که الاصل فی الناس کفر، در همه حالت حتی در سرزمین مسلمان هم اصل الناس فی کفر، و مسلمان هایی که نمازخوان هستند اونها را که مسلمان هایی که نمازخوان هستند از قبر و کفر و شرک که این قبر پرستی ها از اونها دیده نمی شود، آنها را چی میگن؟ مستور الحال و مجهول الحال گفتن و تکفیر کردن، تکفیر بالعموم، تکفیر همه امت و والعیاذ بالله دور کردن امت از قرآن و سنت، به قرآن و سنت به فهم خودشان صحبت کردن، در حالتی که جوانهای جاهلی که هیچ علمی منهجی را بویش را نبردند، قرآن و سنت را حتی خوانده نمیتوانند، شب و روز به تکفیر امت، به تکفیر مسلمان ها مشغولند، به تکفیر علمای ربانی، حتی تکفیرشان به صحابه، به تابعین و به صحابه رفته رسیده است. و دین انمینا دینشون انمین است که پیش از هر یک 5 وقت نماز اینها اگر نماز خوانند لا اله الا الله گفته نماز میخوانند و بسیاریش والعیاذ بالله به سبب این عقیده باطلش در آخر الزمان به دجال پیوست میشود، زیرا که خودش تکفیر میکند و از این تکفیری کردش برآمده نمیتواند. و اینها که هوای هوس دنیوی دارند، شهوات دنیوی به اینها غلبه کرده، علم که ندارند، منهج که ندارند، توحید که ندارند، عاقبتشون لشکری دجال شدن است. از سبب این که ما این جوانها را دیدیم، گمراه شدن اینها را دیدیم و بعضی از این جهلا شبهاتی مثل خانه عنکبوت منتشر کردهشان را دیدیم، انا همچنین برنامه را ترتیب دادیم که سلسله درس‌های شناخت خوارج و کشف شبهات اونها است و باذن الله سبحانه و تعالی در این سلسله حلقه ها ما امت را به پیروی قرآن و سنت و فهم سلف این امت دعوت میکنیم و بیان میکنیم که یگانه فرقه حق، فرقه ناجیه، طائفه منصوره، این همون کسانی هستند که پیروان قرآن و سنت با فهم سلف این امت، قرآن و سنت را به فهم خودشان نمیفهمند بلکه به فهم سلف میفهمند. انمین هستند، انمین ها فرقه ناجی هستند، غیر از اینها دیگر باقی مانده همه فرقه ضال و مضل و از این خوارج های چوجه گمراه هم اینها هم ضال و مضل هستند. بارک الله فیکم. برای همین است که الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر مردمی که بعد از صحابگان آمده ایمان بیاورند به مانند و مثل صحابگان، به تحقیق هدایت می‌یابند. یعنی ایمان شما همان وقت ایمان است که به مانند صحابگان باشید، فهم شما، اعتقاد شما، عمل شما به مانند صحابه باشد. اما امروز این خوارج ها و با برادران جهمیشون از البته که فرسخ‌ها دور شدند از فهم صحابه، از معامله صحابه، از عملهای صحابه و از عبادت صحابه رضی الله عنهم و از علم و فهم صحابه. اینا فرسخ‌ها دور شدند و از همین سبب گمراه شدند که ما در این درس‌ها بیان میکنیم که یگانه فرقه حق من اهل سنت است و این چنین در این درس‌ها ما خوارج‌های قدیم را، اولی پیدایش اونها، چگونه پیدا شدنشون و چند به چند فرقه تقسیم شدن اینها را همش را بیان میکنیم و بعد از این اعتقاد خوارج‌های قدیم
و بعد از این اعتقاد خوارج های جدود و رد به این اعتقاد باطل اونها و شبهات اونها و رد به شبهات اونها، این انا همین سلسله درس های ما است. باذن الله سبحانه و تعالی این درس را شروع میکنیم و الله سبحانه و تعالی امید داریم و دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی ما را در این سلسله درس های شناخت خوارج و کشف شبهات اونها و رد اونها ما را موفق کند، سربلند کند و این سلسله درس ها را سبب دوری از بدعت و از اهل بدعت گرداند، سبب شناخته شدن خوارج ها در بین خواهران برادران گرداند و سبب دور شدن از خوارج ها برادران خواهران را گرداند و سبب خفه کردن و نابود کردن فتنه خوارجین عصر، این تکفیری های غلات، این کشندگان مسلمان ها، این نابود کنندگان مسلمان ها گرداند. و این بود حلقه امروزه. باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده ما به شما به موضوع علمی داخل میشویم، یعنی داخل میشویم به مسئله خوارج در لغت چی معنی دارد، از نظر شریعت چی دارد، فرقه خوارج گفتم و کدام، یعنی چی را در نظر داریم، کی پیدا شدند و اولا حدیث هایی که رسول الله درباره خوارج ها گفتند. همه این را ان شاء الله آیسته آیسته زینه به زینه به شما بیان خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شیخ احمقی از اینایی که متبع ابو حنیفه مشرک زندیق امام الزنادقه است، لعنت الله بر همشون. و این قاعده سوم نواقض اسلام که محمد ابن عبدالوهاب مشرک برای اینا درست کرده، هرچند اینا بهش عمل